سلام خدمت دوستان عزیزم، خواهر و برادرای الهی خودم. امیدوارم حال شما خوب باشه، حال دلتون خوب باشه. هر جای این دنیا که هستین قوت خداوند، قوت عیسی مسیح بر شما باشه. به برنامه پادکست ما خیلی خوش اومدین. امیدوارم تا به الان برنامه رو دنبال کرده باشین و باعث برکت شما شده باشه و ممنونم از عزیزانی که پیغام میدن و پیام میفرستن و خبر خوش این که باعث برکتشون شده این برنامه ها رو به ما میدن و باعث برکت ما میشن. مرسی عزیزان، مرسی برای وجودتون. درس امروز ما هنوز ادامه میدیم در مورد روح القدس. روح القدس امروز راجع به ثمره روح القدس صحبت میکنیم، این که در زندگی ایمانداری و مسیحی چقدر مهمه که روح القدس در ما ثمر بیاره و روز به روز رشد کنه. و راجع به شخصیت روح القدس صحبت کردیم. روح القدس یک شخصیت مجزا هست و میشنوه، ناراحت میشه، اراده میکنه، تصمیم میگیره و همه اینها هست که با خدای پدر و خدای پسر در همکاری هستن برای رشد ما. پس امروز راجع به روح القدس هست. عزیزان با هم دعا میکنیم قبل از اینکه آیه کلیدی امروز رو بخونیم. خداوند شکرت میکنم عیسی مسیح، خداوند شکرت میکنم برای تمام کارهای عظیمت که در زندگی ماها انجام دادی. خداوند شکرت میکنم برای اینکه قانون شریعت و بکن نکنها رو برداشتی و اجازه دادی که با قوت روح القدس ما بریم جلو. مرسی روح القدس، مرسی که تو روح آزادی هستی، روح عشق و محبت هستی و بدون تو ما هیچیم و روز به روز میخواییم در تو رشد کنیم. روز به روز میخواییم که بدونیم و بفهمیم که چقدر به تو نیازمندیم و میخواییم به تو وابسته بشیم، وابسته تو باشیم و این مهمترین چیز در زندگی ما هستش. در نام عیسی مسیح دعا میکنم عزیزانی که کلام امروز رو میشنون، مسح خداوند بر شما باشه، چشمای شما باز بشه، قلب شما تفتیش بشه، افکار شما تفتیش بشه که کلام امروز رو بهتر درک کنید. خدا رو شکر میکنم برای شما عزیزانم، هر جای دنیا هستین و کلام امروز رو میشنوین. در نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. آیه کلیدی امروز ما عزیزان از غلاطیان 5 هست که من آیه طولانی هستش، من از 16 تا 24 میخونم برای شما. شما عزیزانی که کتاب مقدس ندارین، امیدوارم وقتی این میخونم حک بشه در دل شما و با قوت روح القدس شما بتونین از این آیه ها استفاده کنین در شرایط های مختلف. و عزیزانی که کتاب مقدس دارین، از غلاطیان 5 میخونم، برای خودتون علامت بزنین که هر موقع خواستین در شرایطی که شرایط متفاوت قرار میگیرین این کلام رو باز کنین و تعلیم امروز برای شما یادآوری بشه. زندگی آزاد به وسیله روح خدا. از این رو به شما توصیه می کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید. او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در این صورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود. زیرا ما انسان‌ها به طور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را به جا آوریم. امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس هرگاه می‌خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را به جا آوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیرو مدام در ما در حال کشمکش هستند و می‌کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه هر کاری بخواهیم انجام دهیم از تأثیر این نیرو خالی نیست. اما هرگاه روح خدا شما را هدایت کند، دیگر لازم نخواهد بود برای انجام دستورهای خدا به خود فشار بیاورید.
هنگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی می کنید، این گناه وارد زندگی شما می شود. زنا، انحراف جنسی و بی‌عفتی، بتپرستی، جادوگری، احضار ارواح، دشمنی، دو به هم زنی، کینه‌توسی، خشم، خودخواهی و نفع طلبی، شکایت، انتقاد، بهانه‌جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه، حسادت، آدمکشی، مستی، عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، باز تکرار می کنم که هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت می‌فرماید، این ثمرات در زندگی ما به وجود خواهد آمد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتن و خویشتن‌داری. آنانی که از آن مسیح می باشند امیال نفسانی و هوس‌های ناپاک خود را بر صلیب مسیح میخوب کردند. اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می کنید، لازم است که هدایت او را در تمام قسمت‌های زندگی خود بپذیرید. آمین. این آیه از غلاطیان فصل 5 و از آیه 16 من خوندم. این آیه اینجا برای ما قشنگ داره نشون میده که میگه در روح زندگی کنین. در روح یعنی اینکه وقتی من روح القدس رو در خودم دارم و خودم تنها نیستم، بلکه به قوت روح باید زندگی کنم. ما قبلا در دین قبلیمون و هر ادیان دیگه اصلا روح القدس صحبت نمیشه که آیا ما روح القدس رو داریم. پس یک سری بکن نکنها برای ما وجود داره. گناه نکنیم، زنا نکنیم، دزدی نکنیم، قتل نکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم. همه اینها برای ما یک شریعت هست. در صورتی که عیسی مسیح میگه من روی زمین اومدم به خاطر شما مصلوب شدم که آزادی رو به شما بدم، نه شریعت. شریعت فقط به ما کمک میکنه که بدونیم قانون چی میگه، ولی به زور خودمون خداوندمون میگه شما نمیتونین شریعت رو انجام بدین، بکن نکنها رو انجام بدین. پس برای همین همیشه گناه میکنین. برای من روح القدس رو به شما میدم. روح القدس بر ما میاد بعد از ایمانمون برای اینکه به ما کمک کنه، به ما قوت بده، به ما قدرت بده که گناه نکنیم. ما ایمان آوردیم، پس چرا بعضی از مسیحی‌ها ایماندار هستند، ایماندار به عیسی مسیح هستند، روح القدس رو دارن، ولی هنوز گناه میکنن؟ چون که تمام زندگیشون تحت اراده کنترلی روح القدس نذاشتن. هنوز در نفسشون، در نفس انسانیشون زندگی میکنن. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، نفسمون، خواهش‌های نفسیمون، انسانیمون، شهوات جسم رو، یعنی اون چیزی که جسم ما میخواد رو با مسیح مصلوب کردیم. همونجا تمومش کردیم. حالا حملات هست، جنگ‌های درونی هست، ولی زمانی که اون میخواد تمام تلاششو بکنه، شهوات جسمی ما، خواهش‌های نفس ما، نفس انسانی ما، تمام حملاتش هست برای اینکه ما در روح زندگی نکنیم. حملات هست چون ما سالها با اون زندگی کردیم. پس اگر که به صدای روح القدس گوش ندیم و تمام خودمون رو تسلیم روح القدس نکنیم، وارد گناه میشیم. پس اینجا به ما قشنگ نشون میده، میگه که در روح زندگی کنین، در اراده روح القدس زندگی کنین تا از زیر یوغ شریعت آزاد بشین. وقتی شریعت به ما میگه یا کتاب مقدس به ما میگه یا هر چیز قانونی میگه که گناه نکنین، حسادت نورزین، ولی نمیشه. در جسم انسانی، در شهوات جسمی من حسادت هست، وجود داره، چون من انسانم هنوز. ولی روح القدس میگه تو تنها نیستی، قوت من در تو هست، با اراده من زندگی کن، خودت رو تسلیم من کن
تا وارد گناه نشی. پس عزیزان، اگر من و ما امروز امیال و خواسته های نادرست خودمون پیروی کنیم و از طبیعت گناه آلود ما پیروی کنیم، وارد گناه‌هایی میشیم. زنا، انحراف جنسی، بت‌پرستی. بت‌پرستی نگن من باید یه بتی داشته باشم. بت من میشه پول من، بت من میشه کار من، بت من میشه خدمت من، بت من حتی ایماندار مسیحی هستم، به جای اینکه ثمرات روح در من بیاد به وجود بیاد، ثمرات روح القدس، به جای اینکه خودم رشد کنم، رابطه من با عیسی مسیح درست بشه، همش میام خدمت 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 و خدمت میشه بت من. خدمت درستی عزیزان، خدمت خوبه که ما در عیسی مسیح خدمت کنیم برای پیشبرد هدف ملکوت خداوند، ولی هدف اصلی این که تو ثمر بیاری، من ثمر بیارم، ثمرات روح القدس در ما باشه و بعد در کنار رشد روحانیمون ما خدمت کنیم. ما همزمان که خدمتمون رشد میکنه باید خودمون هم رشد کنیم. در غیر این صورت خدمت من و خدمت تو میشه بت ما. با کوچکترین چیز زود رنج میشیم، با کوچکترین چیز حالمون به هم میخوره، عصبانی میشیم در خدمتمون، برای اینکه هنوز خودمون رشد نکردیم، خودمون همزمان با خدمتمون رشد نکردیم. پس اونجا میشه خدمت من بت من، چون اگه خدمت من از من بگیرن، ایمان من هم از من میگیرن، من میمیرم بدون خدمت. نه، زمانهایی هست که خداوند میگه زمان خدمت نیست، بمون. آیا اون زمان تو هنوز ایماندار هستی؟ آیا افسرده نمیشی؟ آیا حال روحیت خوبه؟ آیا هنوز در خداوند میری جلو؟ به رشد روحانیت فکر میکنی؟ به ضعفات فکر میکنی؟ به قدرت عیسی مسیح در خودت فکر میکنی؟ اونجاست که اگر در غیر این صورت خدمت شما میشه بت پرستی. و اگر زمانی من در استراحت باشم، خدمت نداشته باشم، در خداوند رشد کنم، اونجاست که بت پرستی نیست. پس عزیزان بیدار باشیم. حتی میتونه خیلی چیزهایی که حتی بهش فکر نمی کردیم و نمی کنیم بشه بت ما، خانواده ما بشه بت ما، که تمام تمرکز ما بگیره از رشد ما در خداوند. جادوگری عزیزان، حتی من امروز پیغام من برای شما عزیزانی هست که ایمان دارین ولی هنوز رو میارین به فالگیری، رو میارین به این که بدونی آینده‌تون چطوره و حتی از طریق مسیحیت و نبوت که برای شما میشه هنوز به دید جادوگری نگاه میکنین، هنوز وابسته نبوت ها هستیم. نبوت ها خیلی مهمه عزیزان، ولی خداوند ارادهشو میخواد برای تو باشه که روزانه با او قدم برداری. نبوت در زندگی ایمانداری ما، در رویاهای ما بخش مهمی رو داره، ولی نباید شکل جادوگری رو داشته باشه. حتی اگر شما پیغام عطای نبوت رو داری، در عیسی مسیح عطای روح القدس رو داری و به شما عطای نبوت رو داده، محتاط باش. در روح خداوند نبوت کن، در جسم انسانیت نباشه، در امیال نفسانی تو نباشه، در اراده انسانی تو نباشه. در غیر این صورت گناه محسوب میشه و گناه خطرناک هست برای زندگی ما ایمانداران. دشمنی نباشه. من متنفرم از این و اون. این کلمه رو بندازیم بیرون. خداوند همه ما رو دوست داره. خداوند حتی دشمنای تو رو دوست داره، به خاطر دشمنای تو مصلوب شد. پس برای اونا دعا کن، همونجور که تو قلب تو به عیسی مسیح دادی، برای اونها دعا کن که قلب اونها هم لمس بشه، اونها هم به عیسی مسیح ایمان بیارن، چون دعای تو قدرت داره. اونجاست که صلح و آرامش در دنیای ما به وجود میاد.
در غیر این صورت اگر دشمنی باشه، نفرت باشه، هیچ صلحی هم نیست. در عیسی مسیح صلح، آشتیه و اون هم با دعا، در قدرت دعا کنیم، در روح دعا کنیم که خداوند قلب دشمنای ما رو لمس کنه. دشمن هم نباشیم. من نمیگم با دشمن عیسی مسیح دوستی کن، ولی دشمنی هم نداشته باش. نه جنگ تو با خون نیست، با جسم نیست، بلکه با نیروهای تاریکی هست. پس با دعا برو به جنگ نیروهای تاریکی و برای عزیزانی که هنوز عیسی مسیح رو ندارن براشون دعا کن تا عیسی مسیح رو دریافت کنن. کینه نورز، خشم نداشته باش. در خانوادت با ایمانداران خشمگین نشو. من میگم در خدمتت اگر هنوز خشمگین میشی، عزیزان، اقتدار یه چیز دیگه است. عیسی مسیح هم خشمگین شد زمانی که دید از کلیسا دارن سوء استفاده میکنن. شده بود مرکز خرید و فروش خانه خداوند. اونجا عیسی مسیح خشمگین شد، برای خداوند خشمگین شد، چون غیرت داشت. ولی خشمگینی زمانی که زودرنجی میاد به شما بر میخوره، چون غرور هست، غرور گناهه، اونجاست که خشمگین میشین. و زمانی که خشمگین میشین بدون که در گناه داری زندگی میکنی، هنوز ثمره روح القدس در تو نیست. حسادت، حتی حسادت نه فقط برای غیر ایمانداران، برای من و شما که ایماندار هستیم حسادت گناهه. حسادت نباید داشته باشیم، چون زمانی که نفس انسانی ما میاد جلو، حسادت میکنیم برای نسبت به خواهر و برادرای ایمانداریمون، حسادت میکنیم حتی نسبت به خدمتشون، حسادت میکنیم که چرا ایشون موعظه میکنه ولی من نه، چرا ایشون داره خدمت میکنه ولی من نه. حسادت نباید باشه، مسابقه است. تو هم برو جلو، برو برای پیروزی جلو، ولی در این مسابقه دوستی هست، زنجیر عشق محبت هست، نه حسادت. اگر حسادت اومد، بدون که در گناهی، بدون جاهایی هست که در ضعف زندگی میکنی، نیاز به شفا داری، نیاز به آزادی در مسیح داری. و مستی، عیاشی، مستی از مشروب. چرا؟ سیگار کشیدن، ناس استفاده کردن، برای اینکه هنوز امیال نفسانی تو میگه که نمیتونی، از پسش بر نمیای، خسته شدی، پس برو سیگار بکش، برو مشروب بخور، برو ناس استفاده کن، تنباکو استفاده کن و هر چیز دیگه. مستی و اعتیاد به هر چیزی که ما رو به اسارت خودش در میاره گناه. عزیزان، ما رو به عیاشی میکشونه، ما رو کم کم از زندگی روحانیمون میکشه بیرون، موذیانه وارد زندگی روحانیمون میشه. و اینجا میگه در عوض از روح خدا پر شو، ثمره روح در تو باشه. وقتی روح القدس در شما میاد عزیزان و میخواد ثمر بیاره، یه درخت وقتی میوه میاره مراحل داره، گل میده، اول میوه میاد، میوه رسیده نیست. ما باید تمام مراحل رو در روح خدا و به اراده او زندگی کنیم که این میوه ثمر بیاره، رسیده بشه. ثمرات روح عزیزان محبته. تو نمیتونی متنفر باشی از کسی، چون ثمره روحه. تو نفس خودت رو مصلوب کردی، منکر او هستی و در عوضش اجازه میدی روح خدا تو رو هدایت کنه. شادی در تمام سختی ها و مشکلات و شادی، چون شادی ما بستگی به شرایط نداره. در هر شرایطی هستیم، ثمره روح القدس در من داره میوه میاره و اون شادیه.
حالا هر شرایطی که داریم، چراش مسیحیان و ایماندارایی که در روح زندگی میکنن شادن؟ در تمام شرایط زندگی، در تمام مشکلاتشون شادن، چون در نفسشون نیستن. نفس انسانی میگه شرایط تو سخته، پس تو هم باید افسرده بشی. ولی شرایط وقتی سخته و ثمره روح در من هست، من شادم، چون این فیض عیسی خداوند هست که به واسطه روح القدس این ثمر رو به من داده که من شاد زندگی کنم. آرامش که مهمترین چیز هست عزیزان در شرایط‌های سخت، در بیپولی، در زمان بیماری، در زمانی که هیچ کاری نداریم، در زمانی که خانواده‌مون کنارمون نیست، در زمانی که دارن بهمون تهدیدمون میکنن، دارن میبرنمون زندان، دارن اخراجمون میکنن، آرامش عیسی مسیح رو داشته باشی، چون تو در نفست زندگی نمی کنی، بلکه در روح داری زندگی میکنی و ثمره روح آرامش. عزیز، فروتن و مهربانی، نیکوکاری، وفاداری. زمانی که عزیزان در هر شرایطی وفادار بمون نسبت به خانوادت، نسبت به کلیسات، نسبت به ایمانت، نسبت به خداوندمون عیسی مسیح. و خویشتن‌داری عزیزان، خویشتن‌داری خیلی مهمه. در شرایط‌های مختلف و اراده عیسی مسیح، اراده روح القدس زندگی می‌کنیم. چون اگر ما خویشتن‌دار نباشیم، نتونیم خودمون رو کنترل کنیم، نمیتونیم محبت داشته باشیم، نمیتونیم وفادار باشیم، نمیتونیم آرامش رو داشته باشیم، نمیتونیم فروتن باشیم. پس خویشتن‌داری مهمه، فروتن مهمه، فروتن بودن در حضور خداوند، در روح خداوند فروتن بودن. چون غرور باعث میشه که ما گناه کنیم. خود غرور خوندیم ثمره گناه هست، ثمره نفس انسانی ما هست. بهمون بر میخوره، خشمگین میشیم چون مغروریم. ولی اگر فروتن بشیم، در خداوند بدونیم که هستیم، زود رنج نیستیم، بهمون بر نمیخوره. و این یعنی ثمره روح که به ما بهترین زندگی رو میده و آرامش رو میده. و ما میدونیم که امیال نفسانیمون، هوس‌های ناپاک خودمون رو روی صلیب میخکوب کردیم و باید روزانه در روح خداوند زندگی کنیم و ثمره روح رو در روز و روز به روز در ما رشد کنه تا میوه رسیده‌ای باشه. این میوه خوردنی باشه، کال نباشه، نارس نباشه، بلکه باید در خداوند ریشه بدوونیم، باید آب بنوشیم تا بزرگ بشیم، در خدمتمون بزرگ بشیم، همزمان در روح بزرگ بشیم و ثمر بیاریم. پس اگر اکنون میگه با قدرت روح خدا زندگی میکنیم، لازمه که هدایت روح القدس در زندگیمون باشه. پس امروز عزیزان اگه یاد گرفتیم روح القدس شخصیته و برای رشد ما فرستاده شده، اونو محزون نکنیم، اونو ناراحت نکنیم، بلکه با اراده او زندگی کنیم و اون مشتاق هست هر روز به ما کمک کنه تا در او رشد کنیم، ثمر بیاریم و ثمرات محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربونی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتن‌داری روز به روز در ما بزرگ بشه و امیال نفسانی ما، بی‌عفتی، بتپرستی، جادوگری، احضار ارواح، دشمنی، کینه توسی، حسادت روز به روز در ما کوچکتر و بمیره. خدا رو شکر میکنم برای یک پیغام امروز. خداوند عیسی مسیح شکر میکنم برای پیغام امروز که تو میخوای ما در کلام تو رشد کنیم. خداوند دعا میکنم برای عزیزانی که پیغام امروز رو شنیدن. خداوند شکرت میکنم. خداوند شکرت میکنم برای عزیزی که پیغام تو رو دریافت کرده. چه کسی هست که سالهاست ایماندار هست و پیغام ساده امروز رو شنید، باز امروز در تو ثمر بیاره. مغرور نباشه که فکر کنه من سالهاست ایمان دارم و به این چیزها نیاز ندارم، بلکه ثمره روح برای تو عزیز
که سالهاست ایماندار هستی، روز به روز باید در او رشد کنی. روز به روز باید رشد کنی، نمو کنی، ریشه بدوونی. و برای عزیزانی که برای اولین بار ثمره تو رو شنیدن، روح القدس کمکشون کن، آبیاری بشن، نور بگیرن، مثل یه درخت نور تو، نور پدر رو دریافت کنن و رشد کنن، ثمر بیارن که هر کسی اونها رو ببینه بگه واو، یه چیز متفاوت در این شخص هست که من در دیگران ندیدم. اون چی هست؟ و بدونی که اون چیز روح القدس هست، ایمان به عیسی مسیح هست. شکرت ای پدر، مرسی برای پیغامت. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. ممنونم عزیزان، مرسی که با ما بودین، همراه بودین. شما رو به دستای پرتوان عیسی مسیح میسپارم و روح القدس همواره با شما باشه که روز به روز ثمر بیارین. آمین. خدا نگهدار.